شیطان به یک باره که انسانو نمیداده در شرک و کفر. انسان بالاخره خدا بهش عقل داده، ذره عقل خودشو به کار بندازه این کار انجام نمیده. مگه کسی که میکشد واقعا این باید یک شبهه‌ای داشته باشه، یک دلیلی برای خودش داشته باشه که میکشه. کسی که دزدی میکند، کسی که کارهای نادرست دیگه انجام میده، همش همینطوره. همه بر اساس تزیین شیطان هست. قوم نوح چگونه دچار شرک و بت پرستی شدن؟ آیا به یک باره اینها اومدن مجسمه های درست کردن گفتن که اینها خدایان ما هستن؟ یا اینکه قبلا شیطان تونستون یک گام هایی را برداره به تدریج با نفس طولانی با برنامه ریزی که داشته این قوم را گمراه کند و برای خدا شریک قرار بدن؟ عبدالله بن عباس رضی الله عنهما خیلی زیبا میفرمایند، میگن تا 10 قرن بعد از حضرت آدم علیه السلام همه بر توحید بودن، اما بعد از اون دیگه دچار شرک شدن. نگاه کنید ابلیس در ابتدا خب اعلان جنگ کرد دیگه، تونست آدم و حوا را از بهشت بیرون کنه، اومدن روی دنیا، رو زمین، تونست دو برادر رو به جنگ هم بندازه، از روی حسد یکی از برادر خودش رو کشت، اما هنوز دوچار موفق نشده که اونها را به شرک بندازد که برای خدا شریک قرار بدن. خب قوم نوح در میانشون مردمان صالحی بودن. وقتی که اینها فوت کردن، شیطان در اونها این وسوسه را به وجود آورد که برای اینکه به خدا همیشه نزدیک باشید، همیشه به یاد خدا باشید، مجسمه اینها را درست کنید، بذارید تو مجالستون، وقتی اینها را میبینید به یاد خدا میافتید. دقت کنید، نگاه کنید شیطان از کجا وارد داره میشه. مجسمه‌هاشون رو بسازید، بذارید تو مجالستون، همه جا بذارید، اونها را میبینید به یاد خدا میافتید. بذارید تو راه‌ها، توی مجالستون، هر جا بذارید، وقتی اینها رو میبینید انسان‌های صالحی بودن، به یاد خدا میافتید، خدا را یاد میکنید، از گناه دست میکشید، شرم میکنید وقتی که اینها را میبینید که شما در میانتون این افراد بودند. حالا انسان گناه کنه، با این قدم میاد شرک و بت پرستی را پایه‌گذاری میکنه. این نسل که رفتن، نسل بعدی احترامشون نسبت به این افراد بیشتر شد، تقدیسشون برای این افراد بیشتر شد. نسل قبلی برای چین مجسمه درست کرده بودن، نسل دوم که اومد تقدیسشون نسبت به اینها بیشتر شد، نسل بعدی اونها را عبادت کردن، دیگه گفتن اینها واسطه ما با خدا هستن. یا کنید چه مراحلی، چه نفس طولانی داشته شیطان در گمراه کردن انسان. پس این گمراه کردن یعنی کافر شدن انسان و شریک قرار دادن برای خدا، این یک هدف کلی است. حالا اینقدر گام‌های دیگه بر می‌داره که انسان این عقل خودشو دیگه بذاره تو یک صندوقی، بذاردش کنار و ازش استفاده نکنه و بشه مطیع شیطان. اینجاست که اونو به اون جایی که میخواد میرسونه که کافر شدن به خداست. که مثل الشیطان اذ قال للانسان اکفر، این کافر شدن که یک باره نیست. شیطان به انسان گفت که کافر شو، یعنی این مراحلی را طی کرده که تونسته انسان رو کافر کنه. بس این اولین هدف هست. بیاید نگاه کنید بعد از قوم نوح، قوم عاد و ثمود، خدا در اونها چی میفرمایند؟ در این همین گمراه کردن انسان ها میفرمایند که و عادا و ثمود و قد تبین لكم من مساکنهم. قوم عاد و ثمود از سرزمیناشون، از خونه هاشون، آثارشون برای شما واضح شد که با آنها چه رفتاری شد وقتی که ایمان نیاوردن، چه عذابی بر آنها اومد. بعد میفرمایند که و زین لهم الشیطان اعمالهم فصدهم عن السبیل و كانوا مستبصرین.
شیطان اعمالشون رو براشون تزیین داد. دقت کنید، طرف داره خودشو بر حق میبینه دیگه. شیطان اینقدر در اون این وسوسه به وجود آورده، اینقدر این عبادت غیر خدا را براش تزیین داده که اینو حق میدونه. مگه اون کسی که میره سر یک قبر میگه کار این باطله؟ اینقدر شیطان براش شبهه ایجاد میکنه، یادش میده که خود را بر حق ببینه، تزیین میکنه، زیبا میبیند این کار درست است. اگه نرد سر قبر میگه که عمل دعام قبول نمیشه، پیش بت نمیرفت، میگفت که من که در درگاه خدا روسیا هستم، گناهکار هستم، روم نمیشه به خدا بگم. نکن وسوسه شیطان، تزیین شیطان چگونه وارد میشه که انسانو گمراه کنه. ما باید از اینها بخواهیم که در درگاه خدا مقام و منزلتی دارن، اینها وسیله ما هستن، اینها شفیع ما میشن. از این دروازه ها وارد میشه. وگرنه که هر انسانی اگه عقلشو به کار بندازه میگه این کار نادرست است، این خلاف عقل هست، چرا باید این کار رو انجام بدم؟ چرا؟ اگه عقلش انسان به کار بندازه. ولی شیطان از این دروازه ها وارد میشه، وسوسه ها و تزیین. و زین لهم الشیطان اعمالهم، شیطان این کاراشونو براشون مزین کرد. چه وقت تزیین میشه؟ وقتی چیزی که نادرست و زشت هست یه لباس زیبای تنش میکنه، میگه اون کار درسته. پس شیطان میاد این تزیین میده، گناه را تزیین میده که ما بتونیم اونو زیبا ببینیم. اینقدر حجت و دلیل و شبهه میاریم تا این کار زشت رو در نزد خودمون زیبا قرار بدیم و انجامش بدیم. زشتی اون کار از دید ما بیرون میره، اونو زیبا میبینیم و اونو انجام میدیم. وگرنه که انسان فطرتاً و عقلاً هیچ وقت این کار رو انجام نمیده. خب این اولین و مهمترین گام شیطان و هدف شیطان هست که انسانو نسبت به خدا کافر کنه و برای خدا شریک قرار بدهد. اگه این تونست دیگه خیالش راحته. چرا دیگه بالاتر از کفر دیگه میخواد چیکار کنه؟ وقتی که به خدا کافر شد هر گناهی انجام میده، مرتکب هر زشتی هم میشه، هر کبیره‌ای میشود. بالاتر از سیاهی دیگه رنگی نیست. درسته در جوامع که کافر هستن انسان‌های خوبی هم پیدا میشن، اما به شکل عمومی اینو داریم میگیم. دیگه قتل و غارت و کارهای زشت اصلا معنایی نداره. و میبینی که وقتی کافر میشه و منکرات در چشمش تزیین میده هر گناهی مرتکب میشه به نامهای مختلف. حتی اون گناه را هم دیگه نمیگه که این زنا هست، این مشروب هست، این ربا هست، این قتل هست، کشتن. میگه آقا مبارزه با تروریسم. بعد میگه که آزادی زن و مرد، عشق سفید، عشق بری و پاک. این اسمش نمیذاره زنا. زنا که زشت هست. در نزد انسان زنا چیزی زشت هست، سنگین هست. ربا نمیگه ربا، چون ظلم هست درش، یه اسم دیگه روش میذاره. مشروبات الکلی میگه مشروبات روحی، با این اسمها میخواد تزیین میده. پس اولین گامش اینه که انسان را وادار به کفر کند، برای خدا شریک قرار بدهد. خب انشالله تا برنامه دیگه همه ما در حفظ و پناه خدا دائما به خداوند از شر شیطان رانده شده پناه ببریم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.